مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکات شهنام در آمد نوروز عجم در طرفخانه زیبای آچیل بابا برای تبریک کردن جشن زادروز ثریا خالا آمدیم و خاندان زیبای آزاد جانمک. امروز جشن زادروی مادر عزیز است. امروز تبریکات از نام باز یک فرزندشان همچون فرزندوار قبول کردن در خاندان، از نام جهانگیرک که در مسافرت هستند تبریک میگویم. همراهی شمایان به هم میبینیم، با ما باشید. با شبکه شهنام و آغاز کردیم رفتیم. میرسد پارم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبالی محبت های او گشتم کلان، گیرمو بر دیده بالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. سرول سلام و درود بی پایان. السلام علیکم پدر، مادران عزیز، مهمانان عالی قدر خاندان زیبای آزاد جانمک ثریا خالا. قدم های مبارک شما را به این طرفخانه زیبای آچیل بابا خیر مقدم میگوییم. خوش آمدیتان. برای ما لازم هستند ثریا خالا همراهی آزاد جانمک با قرصک های شمایان به نزد ما دعوت میکنیم. مرحمت. ثریا خالا نزدیکتر میبیاییم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو. آزاد جانمک مرحمت. پس صحنه نزدیکتر ما استیم. بیاید نزدیکتر. ای پدر، ای مایه وصل و کرم، وصف نامت تا به گردنها برم، که است غیر تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر، ای شاه ستون خاندان، وصف نامت لایق صد داستان. ثریا خالا زادروز مبارک باشد. 120 ساله شود. همراهی آزاد جانمک هم دم پیری و دولت پیری را دیده گشتند. حضور و حلاوت فرزند و نبیره ها را دیده گشتند نصیب کنند. جشن 63 سالگی پیغمبر سالی برایتان مبارک باشد. لیکن حالی در چشم ما نه 22 ساله شده. بگذار انم خیلی زیباگی، این خیلی خوش شخشخی از آن روی پر از نورتان نور دور نگردد. ثریا خالا، از نام کی آمدیم شما تبریک کنید؟ چی فکر میکنیم؟
کمک یاری میدیم. از نام باز یک فرزندتان، همه فرزندان از نام باز یک فرزندتان که فرزندوار به خاندان شما قبول شدند. همراهی یک پسرتان یک جای کلان شدند، یک جای از دسترخوان پر از لذت شما تناول کردند، یک جای از مهر و محبت شما بهره‌مند شده و بایا رسیدند. در همین دیه کار کردند و در مسافرت هم یک جای کار کردند. از نام کی باشد؟ یک قرصک میزنیم میافتن از نام جهانگیرکه. ما قریب یک 3 روز شد زنگ زدن سرای خاله جهانگیرکه صحبت کردیم. بسیار یک انسانی نیک هستند که جهانگیرکه میخواهند که دلی همه را یابند. حسین جان گفتند که در دنیا فقط نیکی میماند، نقصی ها میماند. چه خیلی گفته جهانگیرکه گفت مگر ما مایده بودیم همراهی سنجرکه یک جای مکتب خوندیم، یک جای کلان شدیم، پستی و بلندی های زندگی را، بیپولی را، پولداری را دیدیم. جاش آمد مسافری بگشتن، هر دیامان یک جا ششته، یک بردن نان و زارشتگی روزامون شده گذشت. یک جای بسیار مبلغ ها را کار کردیم، لیکن شکر میگویم که چنین مادرها داریم. انا همون مادرهای ما را دعا کردن، از پستی ها و بلندی ها رسیدیم. دعاهای نیکشان که ما چنین سرسبز هستیم. امروز از ما رفته عذر پرسکی روزی خورسندیشون با رفته یانشون با استاده نتونستیم و ما مسافری و همراهی سنجرکت یک جای کار میکنیم، در یک کارخانه کلان دیگه ما سرباری کرده کار میکنیم. این انا همون نیکی هایشان، انا همون نانی گرم تندوریشان که برای ما پخته کلچه ها میدادن، همش امروز همراش را میدهند. امروز سرای خاله از نام جهانگیرکه باز یک پسرتان که مسافرت بستن برایتان میگویم چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است، در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنای بیقرارت مادر است. ای مسافر در رهی تو تا مجالی واپسین، با دلی زار و نیزار انتظارت مادر است. غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار، در برت در هر برار و نابرارت مادر است. سرای خاله از نام جهانگیرکه بار دیگر شما تبریک میگویم. همراهی آزاجان نمکم یک جایه دم پیری با حضور و حلاوت فرزندان را تشویش شیرینی نبیره ها و بند شده گشتن نصیب کند. روزی خورسندی مبارک باشد. امروز باشد از نام همون مسافر پسرتان یک دستگلی زیبا را تقدیم میکنیم. مانندی خودتان گلدسته های زیبا را انتخاب کردیم با قرصک های مهمانان. مرحمت از نام جهانگیرکه برای سرای خاله، برای مادرجان عزیزشان مرحمت. و همچنان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین برای هم پدر و هم مادر کتاب قرآن کریم را پیشکش میکنیم. مرحمت از نام فرزندی عزیزتان مرحمت. و البته آزاجان نمک هر یک روز خورسندی با شیرینی باز شیرین تر می شود. حاضر باشد در همین شیرینی های زیبا را از قصر شیرینی های اویستا پیشکشش بیان میکنیم. میخواستیم یک جای شمهایش را کنیم و نیت کنیم و از آن بریم و تناول کنیم. بگذار چقدر که نیت های نیک کردیم همیشه مانند امروز صحت سلامتی شمایان را ترک نکند و پیشکش میکنیم. مرحمت زادروز مبارک. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения.
среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем مبارک рождения. باشد. زادروز مبارک. میخواستیم نیت‌های نیک را از مهمانان شنویم. فضیل عامه وفق طلب شخصا سرایا خاله نیت‌های نقص و نیکتان را شنویم. بعد از آن باشد نوبت را به رقص می‌دهیم. مرحمت. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خدایان با عزت. من امروز در خاندان جیان من تنتنه روزی زادروزی خواهر عزیزم سرایا جان تا به همین روزهای نگ رسیدن از راهی پرمشقت، از راه زندگی با عذاب، با راحت، با تلخی و شیرینی های زندگی مبارزه برده تا به همین مقام رسیده است. من این زن را همچون اولیه حسن حرمت میکنم. 4 فرزند که این انسان به دنیا آورده تا به همین کمالی پدری و مادری رساندن فرزندانشان فقط مهنت کردند. فقط عذاب و اذیت‌های زندگی را مردانه‌وار پس سر نمودند. بیهوده نگفتند که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. در پس هر یک مرد بزرگ، در پس هر یک پسری نامدار و مشهور و پولدار و بهار و بناموز فقط مادر می ایستد. شما را صدقاً صمیمانه از نام اهل اولاد رزاق بابا تبریک و تهنیت میگویم و شما تمامی خوشی ها، تمامی نیکی های دنیا را تمنا دارم. الها در دل چی آرزوی امیدها دارد همش را پروردگار اجابت گرداند. همراه آزاد جان جفتی پیر شوید.
پیری به درد و به غم شوید، باز به مرتبه های بلند زندگی رسید. فقط راحت پیری، کمال پیری را از پس فرزندان عزیزتان بینید. شما با این فرزندانتان چقدر فخر کنید می ارزد. فرزندان شما فخر زمان و دوران هستند. باز یک بار زادروزتان مبارک باشد. تشکر اما جانی عزیز. از همین فرزندان یکا و یگانه دختری نازنینشان اتا تبریک کنند. مرحمت. السلام علیکم خوش تباران عزیز، خداهای عزتمند، همه شمایان خوش آمدید به این کاشانه زیبای اهالی کمان. من از این فرصتی پرقسمت استفاده برده مادر جان عزیز مهربانم، دلسوزم، غمخوارم را با امروزه روزی زادروزشان از تحت دلم تبریک گفته و مادر جان عزیزم از الله مهربان برای انسانیت از همه چیز قیمت بهای سلامتی از سلامتی میخواهم. دولت پیری را بینن، مایان 4 فرزندان راحت و فراغت بینن. دادم کتی خوش پیری به دولت شوند الهی. ایلهمون از اینم زیاد شوند. من از نام خوجینم و از نام حاضر در اینجا اشتراک ندارن، از نام اکم نیز مادر جانم را تبریک میکنم. مادر جان عزیزی مهربانی من، الهی عمرکتون دراز شود. چی که در بحر ما زحمت کشیدید همش راحت شود. این راحت شده استاده است برای شما. الهی سال آینده و شما و پدرم حاجی آتا گفتن نصیب کند. باز یک بار زادروزتان مبارک، بیشتی خاندانی من. مرحبا، تشکر، سلامت باشند. حاضر مهمانان سرای خالم میخواهند برای مسافر فرزندشان جهانگیرکه یک دعای نیک و تمنیات نیک خودشان را رسانند. مرحمت. السلام علیکم دوستان و مهمانان عزیز، همه شما خوش آمدید. نوری دیده تاج سر جهان جان. من به تو از رزق فرزندکات اویلت زده، من به همه خیلی تو اعتبار دادی. تو با صدها رحمت الهیم کارهایت همه وقت پیشروی باشد. در یورتکهای مسافر از چشمای گنده هر بلای و قضای و تهمت و هر کسلی ها الله مهربان تیکه در پناه کش نگاه دارد. همیشه اویلت کتی همیشه خرسان سر فرزند شد. داده بید سرک تو ساخ باشن الهی. من حرمت کردی خدا حرمت کنم. الهی الله مهربان از جای خزینه‌اش تو با همین دادگی کردگی خیری ما مکردگی تا جای خوش پر شوی الهی جهان جان. من تیا نظم میبینم تو یک فرزندی من هستی. همیشه در کجایی که نباشی همیشه ساخ سلامت باش، در پناه الله باش. رحمت جهان جان با تو. تشکر، سلامت باشند. تشکر میگوییم. سرای خالا امروز زادروز است. میخواهیم با راهبری شما همه را به رقص تکلیف کنیم. یک جفت سرودی شروع شود، بعد از آن باشد در اینجا یک دو عکس بردارهای لحظه های بهترین را روی زرورخانه تاریخ مهر میسازند. با خالا امروز شما برآمده همراهشان رقصیدن ممکن است. از همان تربیت نیکی شما امروز ثمرش را میدهد. از نام جهانگیرکم تشکر و سلام گرمی جوشان برای همه شمایان و همه سرودهای رقصی برای شمایان. خب رسم گیری کنیم، بعد از آن باشد نوبت را برعکس میدهیم. مرحمت. Anori
عزیزان، باز یک لوحه زیبای خاندان آزادجان نمک را همراه شمایان به هم دیدیم. ثریا خاله را از نام جگربندشان جهانگیر اکا که در مسافرت هستند تبریک کردیم، پیشکش شما کردیم. با ما باشید. ما فقط طرفدار خرسندی هستیم. میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. ما باشد حواله میکنیم برای شما که دل آنها را شاد کردیم یا نه، در کامنتر اضافی خود را گذارید و با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید.